حالا که بهشون غذا دادم با معرفت ها دارن همراهی میکنن با هم میان. همیشه معرفتشون رو نشون میدن، مواظبت میکنن از من. حتی اونی که از من میترسه همراه هم داره میاد. چقدر خورشید زیبایی. وقتی میام توی طبیعت هر چیزی که توی ذهنمه، تو فکرمه میره. من خیلی اوورثینکرم، خیلی زیاد فکر میکنم، خیلی مغز قوی دارم، همش منتال چتر دارم، همش تو ذهنم داره یه چیزی صحبت میکنه با یه چیز دیگه، یه طرف با یه طرف دیگه صحبت میکنه. تنها جایی که این منتال چتر آروم میشه، به حالت سکوت میرسه تو طبیعت و وقتی با حیوونا ارتباط برقرار میکنم. یعنی آنن به وجود میاد، سکوته، همه چی انگار کنسل میشه. شاید فکر کنید که چه جالب به بچه ها غذا میده، ولی راستشو بخوای اونان که دارن به من کمک میکنن، اونان که دارن منو به آرامش میرسونن. یعنی من مدیون اونام، برعکسه. و این آرامشی که میگیرم واقعا با هیچی عوضش نمی کنم. چند تا پشتن، یه دونه جلوه، همه ازم مراقبت میکنن و نیچر همینه، طبیعت همینه، همیشه محبت رو برمیگردونه، عشق رو برمیگردونه و واقعا اینا همه چیزا مجانی هن. یعنی ما خیلی ارزش میدیم به چیزهایی که پولی هستن بیشتر چیزهایی که فراوونیان، مثل سلامت، مثل تابیدن همین خورشید که تا موقعی که تو این کشور هستیم قدرش رو نمیدونیم.